کسی اگر در وجودش به منزله یک دانه ارزن اگر کبر داشته باشد، پروردگار او را جنت نمی درآورد. جنت بر آدم تکبر حرام است. آدمی که فخر میکند، آدمی که گردن بلندی دارد، ولی بسیارتر همین فخر و گردن بلندی از همون آدم هایی که گوییم امروز صاحب دولت هستند، صاحب شرایط های خوب هستند، بسیارتر تکبری از اونها هست. آدمی کم بغل معلوم است که بیچاره ایش تکبری هم کردن نمیتواند. و چی تکبری میکنه؟ اگر آدمی گردن فراز، آدمی که خدا دولتش داده است، پولش داده است، خانش داده است، خوش به حالش، ما طرفداریم. ما دعا میکنیم که خدای مهربان همه مسلمان ها را با دولت کند، صاحب ماشین کند، صاحب مثال پول و مال کند، صاحب خانه های بلند آشیانه شان کند. ما طرفداریم، اسلام هم طرفدار است. لیکن در برابر این قدر نعمت الله تکبری کردن، این خودش علاقه کفران نعمت است.